طی چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند به تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند آنها را برگرداندند و آوردند. ولی تا جایی که ما می‌دانیم تعدادی از آنها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشون ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جایهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفته که حدودی تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه داده است که خبری خیلی خوب است. برگرداندن اونها با امتیازهای صورت گرفته بود. تمام آنها وقتی برگشتن با مراجعه کردن به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان حجت‌های خود را برابر ارزشی می‌کردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام می‌دادند و با دانشگاه و دانشکده‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی که مناسب با سطح سوادی آنها باشد سفربر می‌شدند. اما اینکه چرا برمیگردند احتمال دارد که بودند شرایط‌هایی یا که حالت‌هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه‌های تعلیمی موافقت نیامدن یا اینکه عموما خب این یک حالتی طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روند. سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسی انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنی از استادا خارج شدن و دوباره آورده شدن. اتستاسی فقط برای سنجش همون سطح سوادناکی معلمان و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نمودهشون انجام شده بود. در آن وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح ماجستراتور بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدند که نباید، یعنی طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن، درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح ماجستراتور داشته باشد. یعنی مسئله سلفیت در میان مسئله سلفیت در اینجا عموما در میان نبود، فقط سنجش سطح سوادی آنها و میان آمده بود و بعد از اون که تعداد آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح ماجستراتور را تمام کرده آمدن، با توجه به اینکه آدمانی در این زمینه تجربه دار بودند دوباره به کار گرفته شدند. یک مسئله دیگر این مسئله پوششی شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس می‌کنند برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش های ملی در حقیقت لباس های توصیوی را به دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن الیمنت های ملی جای داده شده است و همه اون لباس هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموما با هماهنگی و مشاوره و گرفتن در حقیقت اجازتنامه رسمی یا اینکه موافقت رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملا لباس ملی که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که آن در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود. تلاشمان بر این بود که اون لباس‌هایی که با رنگ‌های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می‌شدند در پیشگیری آنها مبارزه با آنها این اقدام صورت گرفته است. طی چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند به تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند آنها را برگرداندند و آوردند. ولی تا جایی که ما می‌دانیم تعدادی از آنها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشون ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جایهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفته که حدودی تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه داده است که خبری خیلی خوب است. برگرداندن آنها با امتیازهای صورت گرفته بود. تمام آنها وقتی برگشتن با مراجعه کردن به
وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان حجت‌های خود را برابر ارزشی می‌کردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام می‌دادند و با دانشگاه و دانشکده‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی که مناسب با سطح سواد آنها باشد سفربر می‌شدند. اما اینکه چرا برمیگردند احتمال دارد که بودن شرایط‌هایی یا که حالت‌هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه‌های تعلیمی موافقت نیامدن، یا اینکه عموما خب این یک حالت طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روند. سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسی انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنه از استادا خارج شدن و دوباره آورده شدن. اتستاسی فقط برای سنجش همون سطح سوادناکی معلمان و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نمودهشون انجام شده بود. در آن وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح ماجستراتور بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدند که نباید، یعنی طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن، درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح ماجستراتور داشته باشد. یعنی مسئله سلفیت در میان مسئله سلفیت در اینجا عموما در میان نبود، فقط سنجش سطح سواد آنها و میان آمده بود و بعد از اون که تعدادی آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح ماجستراتور را تمام کرده آمدن، با توجه به اینکه آدمانی در این زمینه تجربه دار بودند دوباره به کار گرفته شدند. یک مسئله دیگر این مسئله پوششی شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس می‌کنند برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش های ملی در حقیقت لباس های توصیوی را به دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن الیمنت های ملی جای داده شده است و همه اون لباس هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموما با هماهنگی و مشاوره و گرفتن در حقیقت اجازتنامه رسمی یا اینکه موافقت رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملا لباس ملی که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که آن در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود. تلاشمان بر این بود که اون لباس‌هایی که با رنگ‌های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می‌شدند در پیشگیری آنها مبارزه با آنها این اقدام